نمیدونم دقیقاً از کجا شروع شد. فقط یه روز بیدار شدم و دیدم همه چی فرق داشت. نه اینکه اتفاق خاصی افتاده باشه، نه، فقط اون حس زندگی، اون شوق ساده برای بلند شدن از تخت نبود. سر کار میرم، با آدما حرف میزنم، حتی میخندم، ولی تهش انگار هیچی نیست. یه خلا، یه حفره‌ای که هیچی نمیتونه اونو پرش کنه. انگار یه جایی توی وجودم خاموش شده. این مونولوگی که شنیدی افکار فردی هست که احساس پوچی میکنه. هممون توی زندگی با این افکار و احساسات مواجه شدیم تا حالا. احساس تویی بودن یا بی‌حسی عاطفی چیزیه که خیلی‌ها باش دست و پنجه نرم میکنن در هر جایگاهی توی زندگی که باشن. گاهی هم دلایلش خیلی روشن نیست. امروز میخوایم بررسی کنیم که چرا بعضی اوقات این احساس رو داریم، بعدش ببینیم چی کارا میشه کرد که از شر این احساس عذاب‌آور خلاص بشیم. این خلأ یا احساس پوچی ممکنه به خاطر شرایط بدی که توشیم یا یه رابطه ناسالم باشه، اما اغلب این احساس تویی بودن به یه مشکل عمیق‌تر توی خودمون اشاره داره. این احساس میتونه به شکل بی‌حسی عاطفی خودشو نشون بده، جایی که دیگه توانایی حس کردن یا ابراز احساسات رو از دست میدی. چیزایی هم که قبلا برات لذت بخش یا جالب بودن ممکنه الان برات بی‌معنی و بی‌روح به نظر برسن. بیاید چند تا از دلایل این احساس پوچی رو با هم بررسی کنیم. دلیل اول، خودت رو خوب نمیشناسی. وقتی ارتباطت رو با اون چه هستی یا اون چه که میخوای باشی از دست بدی، ممکنه احساس کنی که بی هدف توی این زندگی شناور هستی. این اتفاق ممکنه وقتی رخ بده که خودت رو توی کار یا روابط زیاد و بی‌کیفیت گم کردی یا همه وقتت رو صرف راضی کردن بقیه میکنی. وقتی برای خودت هویت مشخصی نداشته باشی، ممکنه احساس سردرگمی، تویی بودن یا احساس پوچی بکنی. پس اگه این شرایط رو داری، بیا ارزش‌هاتو شناسایی کن. ببین توی زندگی چیا عمیقاً و از ته دل برات مهم هستن. صداقت، آزادی، احترام، خلاقیت و بخشندگی، اینا چند تا از ارزش‌های انسان هستن. باید ببینی ارزش‌های کلیدی تو کدومان. بعد که مشخصشون کردی، باید روزانه جوری زندگی کنی که این ارزش‌ها برات محقق بشن تا بتونی بیشتر با خود واقعیت ارتباط بگیری. دلیل دومی که باعث میشه احساس پوچی کنی اینه که روابط معناداری نداری. وقتی حس میکنی از دوستا و اطرافیانت فاصله گرفتی و جدا افتادی. مهم فقط حضور افراد نیستا، بلکه کیفیت روابطی که داری هم اهمیت داره. تحقیقات نشون داده روابط انسانی از مهمترین عوامل تعیین کننده شادی ما هستن. چیزی که اهمیت داره صمیمیت داشتن با اطرافیانته. یعنی وقتی کنارشونی بتونه خود واقعیت باشی، راحت حرف بزنی، بخندی، گفتگوهای خودمونی داشته باشی. ممکن افراد زیادی اطرافت باشن، اما اگر پیوندهای عاطفی واقعی وجود نداشته باشه، بازم احساس تنهایی میکنی. روابط بی کیفیت میتونن به انزوا و حتی احساس پوچی دامن بزنن. ممکنه بترسی که بخوای این روابط رو کنار بذاری و بری با آدمای همفرکانس بگردی، اما بدون با این کار لطف بزرگی به خودت میکنی و رضایت از زندگی تو بالا میبری. دلیل سوم، وقتی با گذشتت کنار نیومدی هنوز. احساس تویی بودن ممکنه نشونه از احساسات حل و فصل نشده‌ای باشه که از گذشته درونت باقی مونده. اینکه از کسی جدا شده باشی یا از دستش داده باشی میتونه احساس سردرگمی و تنهایی رو تشدید کنه. حتی ممکنه توی دوران کودکی سوء استفاده، طرد شدن یا بی‌توجهی رو تجربه کرده باشی و با مرور این خاطرات احساس کنی که لیاقت و عشق و دوست داشته شدن رو نداری. این تجربه همشون دیوارایی میسازن که مانع از ایجاد ارتباط با بقیه میشه و رشد عاطفی رو متوقف میکنه. کنار اومدن با گذشته یعنی یاد بگیری اون خاطرات رو هر جور که هست بپذیری، خودتو ببخشی و روی زمان حال تمرکز کنی تا بتونی رشد کنی، التیام پیدا کنی و به زندگیت ادامه بدی. دلیل چهارم از دلایل احساس پوچی میتونه باشه که رویا یا هدفی نداری. این باعث میشه زندگی برات بی‌معنا به نظر برسه. انسان به طور طبیعی میل به رشد و بهتر شدن داره. داشتن چیزی که براش اشتیاق داری یا دنبال کردن هدفی که برات معنا داره میتونه باعث انگیزت بشه. احساس کنی وجودت اهمیت داره و تو رو از کسالت بیاره بیرون. نبود چالش، انگیزه یا فرصتی برای رشد شخصی میتونه خلأ
درونت رو بزرگتر کنه. پیدا کردن ارزش‌های اصلیت که قبلا بهش اشاره کردم و در ادامه مشخص کردن اون هدفت میتونه کمک کنه مسیر زندگیت رو پیدا بکنی. پس سعی کن همیشه با هدف زندگی کنی و توی مسیر رسیدن به اون هدف باشی. خب این بود از دلایل اصلی که میتونن باعث احساس پوچی بشن. حواست باشه که احساس پوچی ممکنه تو رو به سمت اعتیاد بکشونه. وقتی دلیل اصلی خلأ درونیت رو پیدا نکنی ممکنه به سمت لذت‌های مقطعی و کوتاه مدت کشیده بشی که تو رو توی چرخه عذاب‌آور خودشون گرفتار میکنن. تماشای پورن، گشت و گذار طولانی مدت توی شبکه‌های اجتماعی و مصرف مواد، همه اینا میتونن حساس پوچیت رو تقویت کنن. مثل این میمونه که دندون درد داشته باشی ولی به جای اینکه بری دندون پزشکی مدام مسکن بخوری. خب این کار توی کوتاه مدت درد رو آروم میکنه ولی مشکل اصلی هنوز سر جاشه و عذابت میده. این سرگرمی های اعتیادآور هم دقیقا همین کار کرده دارن. پس حواست بهشون باشه که توی دامشون نیفتی و ریشه مشکلتو پیدا کنی و اونو برطرف کنی. حالا بریم سراغ راهکارهای رهایی از احساس پوچی. چی کار کنیم که از شر این حس خلأ درونی خلاص بشیم؟ احساس طی بودن یا بی‌حسی لزوما چیز نگران کننده نیست، چون همه گاهی اوقات این حس رو تجربه میکنن. اما اگه این حالت مداوم باشه و زیاد رخ بده ممکنه نشونه یه مسئله عمیق‌تر باشه. در واقع این حس مدام میاد سراغمون تا بهمون یادآوری کنی که باید یه حرکتی بزنیم، یه کاری کنیم تا اون مشکل ریشه‌ای برطرف بشه. حالا بریم سراغ راهکار. مرحله به مرحله پیش بریم ببینیم چی میشه. اولین مرحله پذیرش احساساته. این که به خودت اجازه بدی هر چیزی که درونت میگذره رو احساس کنی، حتی اگه این احساسات دردناک یا مبهم باشن. احساسات رو سرکوب نکن، بشین و باشون روبرو شو. بعدش شناسایی ریشه مشکله. حالا که احساست رو پذیرفتی سعی کن بفهمی دقیقاً چی آزارت میده و منشأ مشکل کجاست. آیا به خاطر خستگی، احساس تنهایی میکنی، توی شرایط بدی قرار گرفتی یا یه چیز دیگه هست؟ مرحله سوم رها کردن شرم و سرزنشه. اینو بدون که سرزنش کردن خودت به خاطر احساسی که داری یا مشکلی که ریشه این احساسه فقط و فقط باعث بشه که اون احساس رو تشدید کنی. پس برای پیشرفت توی این مرحله باید خودت رو ببخشی. مرحله بعدی ارتباط دوباره با خودته. زمانی رو برای خودت اختصاص بده تا به افکارت و احساساتت فکر کنی. ارزش‌ها و باورات رو دوباره ارزیابی کن تا حس هویت قوی‌تری برای خودت بسازی. هدف زندگیت رو دوباره کشف کن. مدیتیشن و نوشتن ارزش‌ها، باورها و اهدافت میتونه کمک کنه تا بهتر با احساساتت ارتباط بگیری. کار کردن روی چیزی که برات مهمه، روی هدفی که بر اساس ارزشاته، میتونه احساس رضایت عمیق ایجاد کنه. مرحله پنجم ساختن روابط معناداره. دنبال روابطی باش یا روابطی رو پرورش بده که بتونی توی اون خود واقعیت باشی. روی کیفیت و صمیمیت این روابط تمرکز کن، نه فقط تعداد افرادی که توی زندگیت هستن. مرحله ششم ساختن یه روتین روزانه سالمه. یه روتین خیلی خوب میتونه شامل اینا باشه: خواب روزانه 7 تا 9 ساعت، ورزش هوازی 150 دقیقه توی هفته، مدیتیشن روزانه، تغذیه سالم و نوشتن کارهایی که امروز باید برای هدفت انجام بدی. انجام کارهای کوچیک و تیک زدنشون توی برنامه روزانت میتونه حس موفقیت بهت بده. وقتی روزات ساختار مشخصی نداشته باشن باعث میشه مغزت بیشتر درگیر افکار بی هدف و بی نتیجه بشه که این دقیقاً میتونه احساس پوچی رو تشدید کنه. روتین باعث میشه هر روز یه کاری انجام بدی، حتی اگه اون کار ساده باشه باعث ایجاد حس پیشرفت میشه. این پیشرفت‌های کوچیک به مرور عزت نفست رو بالا میبرن و جلوی حس بی‌ارزشی رو که از دلایل شایع احساس پوچی میگیرن. احتمالاً میدونی کارهایی که ساعت اولیه صبح انجام میدی باعث میشه حال و هوای کل روزت در ادامه عوض بشه. پس اگه میخوای روتین صبحگاهی خیلی خوب داشته باشی، ویدئویی که لینکش رو این بالا میذارم از دست نده. مرحله هفتم اینه که هر بار یه مهارت جدید رو یاد بگیری. وقتی درگیر یادگیری هستی ذهنت وارد حالت تمرکز، کنجکاوی و حل مسئله میشه. این باعث میشه نشخوار ذهنی و افکار منفی و چیزهایی که به احساس پوچی منجر میشن کمتر بیان سراغت. اونایی که احساس
پوچی میکنن معمولا میگن که زندگی تکراری و یک نواخت شده. یادگیری مهارت جدید، چه ساز زدن باشه، چه آشپزی یا زبان جدید، میتونه حس تازه‌ای از چالش، هیجان و زندگی ایجاد بکنه. پس هر وقت حس پوچی اومد سراغت، سعی کن یادگیری یه مهارت جدید رو توی برنامه‌ات قرار بدی. خب اینا 7 مرحله برای رهایی از احساس پوچی بودن که طبق نیاز خودت شاید لازم باشه روی یکی یا چند تا از این مراحل بیشتر کار کنی تا پیشرفت کنی. یادت باشه اگه نتونستی با هیچ کدوم از این مراحل حس پوچی و تایی بودن رو از بین ببری، حتما لازمه که از یه متخصص سلامت روان، درمانگر یا یه مشاور کمک بگیری. شاید بعضیامون فکر کنیم که درمانگر فقط برای آدمایی هست که مشکل روانی حاد دارن، اما به نظر من همه آدما نیاز به یه مشاور دارن که توی زندگی کنارشون باشه. پس شک نکن با کمک گرفتن از یه متخصص میتونی کمک بزرگی به خودت بکنی. نکته پایانی این که یادت باشه مسیر خوددرمانی و بازسازی درونی زمان بره. پایداری و تداوم داشتن مهمه. هر قدمی که توی مسیر درست برداری، حتی اگه کوچیک باشه، پیشرفت به حساب میاد. تنها کسی که واقعا میتونه دلیل احساس تایی بودنت رو درک کنه خودت هستی. پس یه نگاه به درونت بنداز. شناخت علت اولین گام برای درمان داشتن رضایت از زندگیه. خیلی دوست دارم بدونم که شما تا حالا چقدر احساس پوچی رو تجربه کردید. ممنون میشم تجربتون رو توی کامنت برام بنویسید. اگه این ویدیو براتون مفید بود، لطفاً با کسی که فکر می‌کنید بهش نیاز داره به اشتراک بذارید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر هم کانال رو سابسکرایب کنید. مرسی که تماشا کردید. تا ویدیوی بعدی، فعلا.